ما تولد شدم واش سیفی یک بودم و چامور سیفی شش شدم و تامور به صاحب آدم آفته هیچ کس نیافته پس صبر که شلامش بشه خدای مهربان ساعت 12 شب ما 3 ساعت او ساعت 2 اومدیم این شب ساعت 12 اومدیم این شب با ساعت 12 اومدیم به خاطر که میورا سیومگا کنیم در یوتیوب پارتوی برو یگون کسی یک خونه یگون چی من نام یگون کسی گرفته نمیتونم به خاطر که خیلی چی بگم خواهش میکنم دستگیری کنیم ویدیو را تا همین مادر بیا یگون کسی کمک کنه کسی میتونه یگون اجاره چی میگن کامنته داره یگون خونه برکه یگون چی خرید به مادر بده. سلام دوستان عزیز من راستش حق ندارم به خاطر که از باری مسجد رفته ایستاده یگان ویدیو بمونم اما مجبور شدم بعد این در این خواهش میکنم از صاحب کارا برنامه‌بر نمیکنم از برادر حیف بر یک خیلی جوان مردایی که چون به نام مردم متاسفانه در اون پاسپورت ها زنشون پیچید میزدن به اون بهتر بود یا به دیگر شد 4 گودک در کوچه پرتافته دختر و مردک من استفاده برده بعد ویدیو پرداخته از نمی دیگه طاقت زن و فرزند مقصد زن نداری زن دیگه ما چی میگیری در کوچه میمونه مادر تاجیک با 4 گودک در کوچه با 4 گودک مادر در کوچه ای موسرکا جمع کرده اپا ای موسرکا گیری موسرکا آقا موسرکا پشت گودکش کندر شدن پشوکای تلاش نه همه شم موسرکا ای روی ما دادگیم چون یا پشوکای رو میدیدی رنگی بونجا بودم پشوکای برادرایی که در لوبلینو صدوات هستی خواهش میکنم رقم مادر میمونم بیای از نزدیک یگان چی نداره الله شاهده یگان چی ندارن گودکش شوک خواهش میکنم همین ویدیو را دستگیری کنه کسی میتونه از صدوات لوبلینو بچه ها بیای لباس به خاطر خدا به خاطر همین عید قربان مادر کمک کنه خونه در هیچی نداره الله شاهده من به شوهر یمی گاو زدم این دو گودک شوهر یکم شکی ماشین اول رشید اپا اول رشید تیپی چیت خیلی گذشته شد دو فرزند کلو نیست ده تلگش بدبختی نو جوان مرد که من قطعش گاو زدم الله شاهده من از گلاساش میمونم من کارشو ندارم میگه چیکار میگم در یوتیوب میپردم شو برای کمک کردن میگه که چیکار بکنم با 7 پشت ویو کار ندارم این جوان مرد مادر موسرکه با موسرکه در بگو اید ما هر یک کدوم دستارخونه مو داختگی اما این مادر گشنه و تشنه گشته زده این مادر خواهری منه خواهری شما پروز علام میکنه وقتی که میبینی مادری تاجیک دم موسرکه میگیره این موسرکه لباس جمع میکنه این موسرکه خوراکی طبق ارس نمیگیره و فرزنداش نمیتیه اما مرد چه حرکت کنی خواهر را همچونی نکنی والله قسم در روز قیامت جامعیه هنری که نداری اخیرت زن نگی خواهر را اینچونی استفاده نبر نفردا خواهری ما مجبور شده دختری 14 ساله شب گیره در یوتیوب پردویا تا که یک خانه در گیجا بره تاجیکستان هیچ که نداره خودش صغیره آوردن زنه که به فند فلیپ یا باره 4 گودک در سرش موندگی ای صاحب خورو خواهش میکنم رقم مادرم میمونم زنگ زنی خطش هم صحبت التماس من کارتش مونده نمیتونم به خاطر که دامی نمره پریویازن هستن اما دامی نمره پریویازن هم کارتش کسی میتونه پارتوی کسی نمیتونه التماس بیا از نزدیک با خطش گاوزنی ادرسش مادر نه خونه داره یک کلبه حتی ما در تاج مسلم ها پرتو دکشیم اما من 3 روز مادر فرستم دختر 14 ساله خط فکر که یک نوجوان مرد خواهر 14 ساله تا دختر 14 ساله تا به خاطر یک خونه یا علق منو میگیرن در یوتیوب پرتو چی میشه این نوجوان مرد سبحان الله نه نامرد من آواز نمیمونم در میجا. سلام دوستان مهربان برادرای مسکو بدگی الله شاهده که من خودم شرم میدارم همچون مسلمان خواهرام من نشون میدیم در یوتیوب یا حتی در چی ندارن لباس پوشوندنی ندارن باید جای نماز به خدا بارش کردگیم بچهای بازار لوبلینا صدوات فوسیت کسی که میتونه به خاطر الله اپاها و خواهرها چیزی میتونه بیا پوشاک پردن میگه اید یاردم شو کنه اپا مجبور شده دمیه شبانه رو 320,000 جمع شده اپا گفتن نتونست خدا از شما راضی باشه دیگه من طاقت ندارم که یارا سویم کنم التماس دستگیری کنه ویدیو رو پهن کنی